حجرات حرص در قلب هر انسان است. انسان هایی است که اونا از نظر تربیتی فاسد میشن و از خدا دور میشن. پیش این انسان ها حجره طبیعی حرصشان منقلب میشه، یعنی حرص فاسد نزدشان رشد میکنه، آز پیدا میکنن اینا. وقتی که انسان حرص فاسد پیدا کرد به خاطر رسیدن به مال و خواهشات و به اصطلاح حواجز نفسی و مادی خود، از خوردن خون و مال دیگران دریغ نمیکند. به هر قیمتی که شوی میگم به مقاصد شوم خود باید برسم. خصوصا این وحشت یا بربریت وقتی باز شدت پیدا میکنه که ترس از روز قیامت نباشه یا اعتقاد به موجودیت خدا نداشته باشه. به می دلیل است که همیشه فسق و فساد و ظلم و اینا در بستر الحاد که باور به خدا نباشه و انکار از روز جزا خوب رشد میکنه و شیطان هم کوشش میکنه که امید دو پایه را لرزان نگاه کنه. در قرآن شریف هم خداوند جل جلاله که میگه یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان به خدا و اعتقاد به روز آخرت. چرا امید دو نیرو انسان جلوش از گناه میگیره، جلوش از ظلم میگیره، جلوش از فساد میگیره. حتی در سوره مبارکه قیامت یکی از عواملی که بشر از قیامت منکر میشه میگه کارش هم تزدیست. بل یرید الانسان لیفجر امامه. چرا انسان میخواد قیامت نفی کنه؟ هیچ دلیل هم نداره. دنیا بدون قیامت ناقص است، ولی بشر بازم شلگی داره. دلیلش چیست؟ بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه انسان میخواد با نفی قیامت در عمری که پیش روی خود داره بی خیال فساد کنه. چون اعتقاد به روز قیامت یا اگر باور به آخرت در جاندینی یک فرد باشه، با خیال راحت گناه کردن نمیتونه. 100% واهمه و ترس میداشته باشه. بنان شیطان چوری میفهمه با ایجاد ایدئولوژی ها و مکاتب فکری منحرف و الهادی کوشش میکنه اعتقاد بشر راجع به خدا جل جلاله جرح کنه و از بین ببره. دوم باور به روز جزا را از بین ببره. شناختش لرزان میسازه، سست میکنه.